سلام خدمت دوستان عزیز، من امیرتی هستم. خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم که شیائومی 13 رو براتون بررسی کنم. مثل همیشه دلودش رو بریزم بیرون. پس قبل بررسی ممنون میشم که این کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنید و این ویدیو رو لایک کنید که به من خیلی انرژی میده و باعث میشه که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنم. بریم سراغ ویدیو. خب بخش اول مثل همیشه بخش دوربینه که اینجا شیائومی 13 تو پنل پشتی 3 لنز استفاده کرده که لنز اصلی 5 مگاپیکسلی، لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی و یه لنز 10 مگاپیکسلی تلفوتو استفاده کرده که نسبت به نسل قبلی دوربین های بهتری داشته و اینکه این دوربین ها شارپنس و رنگ ها به خوبی نشون میده و عمق رنگ 1 میلیارد رنگ رو نمایش میده که واقعا خیلی خوبه و دوربینش به اندازه کافی تو روز به خوبی کارتون رو راه میندازه و راضیتون میکنه. یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی وایت هم استفاده کرده که واقعا دوربین خوبیه و هم دوربین اصلی و هم دوربین سلفی به لرزشگیر اپتیکال مجهز شدن که باعث میشه شما موقع فیلم برداری دستتون به هر چقدر که بلرزه این لرزشش کمتر دیده بشه، اصلا دیده نشه. و اینکه این ویدیوهایی که میتونید باش میگیرید فیلم برداریش هم فیلم برداری دوربین اصلی با کیفیت 8K و 28 فریم بر ثانیه و 4K با 60 فریم بر ثانیه رو میتونید باش ویدیو بگیرید و واقعا ویدیوها با کیفیت عالیه و دوربین سلفی هم با کیفیت 1080 و 60 فریم و با کیفیت 1080 و 30 فریم بر ثانیه میتونید ویدیوتون رو تهیه کنید و توی بخش فیلم برداری و عکس برداری این دوربین به اندازه کافی تو روزمره و برای عکاسی خوبه، اما توی شب یک کمی خطا دیده میشه و یک کمی رنگ ها رو قاطی میکنه و توصیه میشه که عکس های شبی کمتری باش بگیرید. بخش بعدی بخش صفحه نمایشه که این صفحه نمایش امولد با رفرش ریت 120 هرتز که واقعا صفحه نمایش روونیه و روشنایی 1200 و 1900 نیست رو مقابل دیدتون قرار میده که شما توی هر شرایط نوری یا حتی زیر نور و آفتاب هم به راحتی میتونید ازش استفاده کنید و اینکه اصلا از نظر نور اذیتتون نمیکنه و خیلی خوبه. و این گوشی حدود یه صفحه نمایش 6.36 اینچی و این نسبت نمایشگر به بدنه حدود 89% و یه صفحه نمایش تخته و کرو نیستش و صفحه نمایش خوش دستری نسبت نسل قبله و این گوشی هم یه صفحه نمایش جالب و جدید داره و کیفیت خوبی داره. این گوشی با یه گوریلا گلاس 5 محافظت میشه که کیفیت خوبی داره و قشنگ گوشیتون محافظت میکنه و از نظر امنیت هم باید خیالتون راحت باشه. بخش بعدی بخش طراحیه که این گوشی از نظر جنس ساختارش، جنس بدنش، جنس پشتش از شیشه است و جنس فریمش هم آلومینیومیه و این گوشی حدود 8.1 میلیمتر ضخامت داره و 189 گرم هم وزن داره که یه جورایی گوشی سنگین تقریبا هستش و اینکه این گوشی جنس بدن پشتش هم با یه گوریلا گلاس 5 محافظت میشه که واقعا خیلی کیفیت خوبی داره و یه گواهی IP67 داره که در مقابل گرد و غبار و یا عمق 1.5 متر حدود 30 دقیقه دووم میاره و از نظر امنیت هم باید راحت باشه دیگه، از نظر امنیت کیفیت جنس و ساختار بدنه. و بخش بعدی بخش باتریه که این گوشی یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی استفاده کرده، واقعا کیفیت شارژ خوبی داره ولی نسبت به سال قبلش کمی تو حدود نگهداری شارژ پسرفت داشته ولی بنا به استفاده خودتون حدود 1 الی 1 روز و نیم دووم میاره و یه باتری 67 واتی داره که واقعا این گوشی‌های شیائومی با یه شارژر 67 واتی داره که واقعا گوشی‌های شیائومی شارژرهای خوبی دارن. یه شارژر 67 واتی که به گفته خود کمپانی تو 38 دقیقه میتونه 0 تا 100 گوشی رو شارژ کنه و از شارژر BC هم پشتیبانی میکنه که حدود 48 دقیقه 0 تا 100 رو پر میکنه و این شارژر BC 50 واته و یه شارژ معکوس
وایرلس 10 واتی هم پشتیبانی میکنه که از نظر شارژری واقعا این گوشی دستتون رو باز گذاشته و نباید نگران باشید. بخش بعدیش هم بخش رابط کاربریه که این گوشی یه رابط کاربری اندروید 13 و میوهای 14 که یکی از بهترین و بروزترین اندرویدها و رابط کاربری هاست که شما میتونید بدون دغدغه ازش استفاده کنید و یه گوشی بروز رو در اختیار داشته باشید. بخش بعدی هم این تراشه و چیپست این گوشیه که این گوشی از کجا قدرت میگیره. یه اسنپ دراگون 8 نسل 2 که یکی از بهترین و 8 نسل 2 که این گوشی 4 نانومتره و یکی از بهترین چیپست های این گوشی هاست که واقعا توی استفاده روزمره که اصلا اذیتتون نمیکنه، ولی تو بازی های آنلاین و گیم های آنلاین اصلا اذیتتون نمیکنه و تا یه حدی و این گوشی واقعا عالی و کیفیت خوبی داره. بخش بعدیش هم این که این گوشی حافظه های و رم های مختلف داره و دستتون رو باز گذاشته. رمش 8 گیگابایت و 128 گیگابایت حافظه، رم 8 گیگابایت و 256 گیگابایت، رم 12 گیگابایت و 512 گیگابایت و 12 گیگابایت و 256 گیگابایت که این حافظه واقعا دستتون رو باز گذاشته و قیمت‌های مختلفی عرضه شده. و یه چیزی که این گوشی‌ها تو رنگ‌های مختلفی واقعا خیلی خوبه، رنگ‌های مختلفی عرضه شده که واقعا تعداد رنگ‌های زیاده و حدود 9 تا رنگ‌های سفید و مشکی و سبز بعد آبی کوهستان، سبز فلورا بکنم، بعد زرد و قرمز و دوباره آبی معمولی و خاکستری و اصلا رنگ‌های خیلی مختلفی داره که قشنگ دستتون رو باز گذاشته. حالا دقیق نگفتم، فکر کنم کمتر از 9 تا باشه و از نظر رنگی هم که به سلیقه خودتون میتونید تهیه کنید و این خیلی خبر خوبیه. و یه چیز دیگه که بخش آخر این ویدیو هستش، این گوشی از بلندگوی استریو استفاده میکنه که واقعا کیفیت خوبی داره بلندگوی استریو. و یه چیزی که یکی از باگ‌های این گوشی این که جک 3.5 میلیمتری نداره و این کم اذیت کننده است. خب دوستان، تا اینجا ویدیو که همراهم بودید ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، به من خیلی انرژی میده. این زنگوله‌اش هم بزنید و روی آل بذارید و این ویدیو رو لایک کنید و اگه اینجور ویدیو خوشتون میاد توی کامنت ها به من بگید یا اگه سوالی دارید از من بپرسید و من پاسخگو هستم. تا اینجا ویدیو که همراهم بودید به من خیلی انرژی دادید، خیلی ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.